چگونه بدونیم و مطمئن بشیم که الله از یک انسان راضی هست یا بر او خشم گرفته؟ طبعا جزء امور و علوم غیبه که انسان مطمئن بشه که خدا از یک انسان راضی است یا راضی نیست. اما خداوند در قرآن شواهد و نشانه هایی بیان کرد که با شناختن اون شواهد و نشانه ها انسان میتونه تشخیص بده که مورد رضایت الله قرار گرفته یا خیر. بعضی از صالحین میگفتن اگر میخواهید بدانید که چه جایگاهی نزد الله دارید، جایگاه الله رو در قلب خود ببینید تا چه اندازه الله رو دوست دارید و الله نزد شما چه جایگاهی دارد. شعائر الهی و فرامین الله نزد شما چقدر ارزش داره، به همون اندازه شما ارزش شما نزد الله براتون ثابت میشه. یکی از مهمترین موضوعاتی که زمینه خشم و غضب الله را ایجاد میکنه شرک به الله، کفر، خرافات، چرندیات، بدعتها و مزخرفاتی که به نام الله و به نام رسول الله و به نام اهل بیت به این دین نسبت داده میشه. این یکی از مواردی است که خشم و غضب الله رو پیش میاره. بیننده عزیز، گمان نکنید که قوم نوح، قوم موسی، قوم عیسی و اقوام پیامبران گذشته بت میپرستن، یعنی سنگ و گچ و گل و چوب رو فقط میپرستیدن. اینها معتقد بودند که رسول الله صلی الله علیه و سلم این موضوع میفرماید، معتقد بودند که این انسان‌های صالح، این بندگان ویژه و خاص خداوند نزد الله جایگاه ویژه‌ای دارند و خداوند به برکت توسل به این افراد دعای اینها رو رد نمی‌کنه. این حدیث رو رسول الله صلی الله علیه و سلم از شخص نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین می‌فرماید در حدیث صحیحی که منابع معتبر اون رو ذکر کردن. این حدیث خدمت شما از آن ارائه بدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین فرمودن. اگر اتاق نشون بدید ممنون میشم. بعد از این که ام سلمه و جمعی از صحابه، حضرت جعفر بن ابی طالب و دیگر صحابه به سمت حبشه رفتن. خب در حبشه مسیحیان زندگی میکردن. ام سلمه و ام حبیبه از حبشه خاطرات خود رو بازگو میکردن. ظاهرا عکس هایی هم اونجا همراه داشتن از اون مناطق، عکس ها، نقاشی هایی وجود داشت. بعد میگی که کنیسه اونجا وجود داشت مخصوص یهودیان در سرزمین حبشه که میگه به اونها ماریه گفتی میشد. نام اون کنیسه، اون گنبد بارگاه، اون ذریح که ماریه گفتی میشد، امامزاده ماریه. و ذکرن من حسنها و تصاویر فیها، و از زیبایی و قشنگی اون مناطق، اون ذریح به رسول الله صلی الله علیه و سلم بازگو کردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم اونجا سرش را بالا آورد و فرمود ان اولئک اذا مات فیهم الرجل الصالح بنوا علی قبره مسجدا. این افراد اگر یک انسان صالحی از بینشان رفت بر قبرش مسجد میسازند. ثم صوروا فیه تلک الصور، سپس عکس هایی رو در آن آویزان میکنن. اولئک شرار الخلق عند الله، اولئک شرار الخلق عند الله. بیننده عزیز به این جمله خوب دقت کنید. اولئک شرار الخلق عند الله، شرورترین و رذلترین موجودات نزد خداوند اینهایی هستند که بر قبور انسانهای صالح، رسول الله فرمود اذا مات فیهم الرجل الصالح، الرجل الصالح، انسان صالح از فوت کرد بر قبرش مسجد ساختن. اولئک شرار الخلق عند الله، اینها شرورترین و رذلترین و بدبختترین موجودات خدا هستند نزد الله. این موجودات شرورترین موجودات هستند، زیرا زمینه خشم و غضب الله را اینها ایجاد کردند. ببینید بینندگان عزیز، امروز در جامعه ایران ما چقدر گنبد بارگاه ها ساخته شده، هم توجیه و تعویل. شما فکر میکنید اون بودایی و اون گاو پرست و اون موش پرست و اون آلت پرست برای صحت اعتقاد خودش دلیل نمیاره؟ هزار یک دلیل میاره. فکر میکنید خوارج برای صحت اعتقاد خود دلیل از قرآن نمی آوردن؟
خود خوارج که حضرت علی را کافر میدونستن، میگفتن تو امیر الکافرین هستی، نمی آوردن از قرآن دلیل را نمیدادن؟ از قرآن دلیل می آوردن. بینشون علما به ظاهر بود، ریش و عمامه و عبا داشتن در بین خوارج و میگفتن و من لم يحكم ما انزل الله فاولئک هم الکافرون. و حضرت علی حکم الرجال حکمت الرجال و حکم به ما انزل الله را کنار گذاشتی کافر شدی. مگر قدریه، معتزله، جهمیه، جبریه و دیگر فرق و مذاهب منحرفی که وجود داشتن، اسماعیلیه، دروزیه، نصیریه و دیگر مذاهب منحرف، برای صحت اعتقادات خود دلیل نداشتن، ساکت می نشستن نگاه می کردن فقط؟ نه، از قرآن دلیل می آوردن.